سلام وقتاتون بخیر. خوش اومدیم به چنل خودتون. من میلاد سنگاری هستم و اینجا قرار با هم دیگه نگاهی داشته باشیم به بیت کوین، اتریوم و سولانا. با هم دیگه ببینیم چه پوزیشن هایی رو میشه توی چند روز آینده بگیم که بتونیم از این بازار سودای خوبی بگیریم. خب اول از همه باید به این موضوع بپردازیم که توی ویدیویی که 2-3 روز پیش گذاشتیم تحلیل بیت کوین اومد در مورد چه موضوعی صحبت کردیم. گفتیم آقا بیت کوین با شرطی که داره پیش میاد احتمالاً یه بالای دیگه بهمون بده، یعنی یه حرکت سودی دیگه ای رو ما ازش شاهد باشیم که دقیقاً داره این اتفاق هم میفته. میبینید یه بالای دیگه اومده از اینجا تا این محدود بالا هم اومده، ولی کماکان جا داره که هنوز یه بالای بیشتر از این رو هم ببینیم. خب سناریویی که براش داشتیم این شکلی بود که ما بیایم اینجا، این 1 2 3 اون بازه ما اینجا بودیم که تقریبا شد اینجا 4 و احتمال میدادیم که یه 5 دیگه رو توی محدوده ها بهمون بده. حالا میتونست حتی کوتاه‌تر باشه و از اینجا احتمال ریزش رو بدیم. پس احتمال حرکت ما به این شکل بوده و چیزی که داریم الان میبینیم اینه که این حرکت رو ما داشتیم ازش و اگر دقت بکنید تقریبا میشه گفتش که به این شکل اگر بخوایم در نظر بگیریم یک جوری داره به صورت الگوی وج یا الگوی کنج حرکت میکنه. حالا من یکم بلندتر میگیرم که بهتر شاهد این موضوع باشیم. خب دقیقاً این اتفاق اگر بخواد این کف رو از دست بده میتونه برای بیت کوین بیفته. حالا برای اصلاحش چیزی که انتظار داریم اینه که یا یه بار دیگه به سمت بالا بیاد یا از همینجاها برگرده. برای گرفتن پوزیشن، اونها پوزیشن سل، میشه گفتش که قاعدتاً درصد ریسک بالایی داره چون ما در اوج حرکت بوران هستیم و میتونه خطرناک باشه. اما اومدیم توی ویدیو قبل یک مقایسه کردیم به نسبت دو دوره قبل و دیدیم که توی هر دو تا دوره توی بازه انتهای، یعنی میشه نیمه دوم سپتامبر تا نیمه دوم تقریبا ماه ژانویه، ما توی این یک ماه معمولا یک اصلاح عمیقی رو داریم و حالا بعد از اون اصلاح عمیق ما شاهد حرکت قوی بودیم دقیقا تو بازه‌ای که رئیس جمهور بعدی میاد و جایگزین میشه، به اصطلاح انتقال قدرت انجام میشه و ما کماکان انتظار این حرکت میشه گفتش که داریم و اینجا دقیقا جاییه که انتظار میره توی ماه ژانویه تقریبا میشه گفتش که حالا یه چیز این شکلی بیایم اینجاها و حالا کم کم از اینجا اون حرکات به سمت بالا شروع بشه. خب پس بریم سراغ این که کجاها میتونیم وارد پوزیشن های سل بشیم. من فعلا میخوام بذارمش اینجا محدوده ماتی قوی تری و یه خط دیگه هم اینجا میخوام رسم کنم به این شکل. خب تقریبا یک زونی رو اومدم این پایین رسم کردم براش که ببینید. خب ما چند تا سناریو میتونیم داشته باشیم. یکی که قیمت یه بار دیگه بیاد بالا بتونیم ازش استفاده کنیم برای گرفتن پوزیشن سیل. بازم میگم خیلی پر ریسکه، حتما حواستون به این مورد باشه. یا باید از این گزینه استفاده کنیم یا انتظاری رو داشته باشیم که این کف رو بشکنه و روی پول بکش بخوایم استفاده بکنیم. تارگت اولمون هم قطعا میشه توی این ناحیه. اول اصلا میخوام برای پوزیشن سلش سناریو داشته باشیم. خب از اونجایی که احتمالش خیلی زیاده قیمت بیاد به سمت بالا و نقدینگی این بالا رو برداره، به خاطر همین پیشنهاد من اینه که سعی کنید بالای محدوده 105 تا داشته باشید. امکان تا 106 تا هم هست، پس بیایم بالا هولوش 106 و 500 توی این محدوده ها. خب اگر بخوام اینجا من پوزیشن بگیرم با همین تارگت ریسک پریدوارش 2.75، اما قاعدتا اگر قیمت اون محدوده رو ببینه و بخواد اینجا رو ببینه رسیده باشه به این ناحیه به احتمال خیلی زیاد میاد برای زدن نقدینگی هایی که زیر این محدوده قاعدتا جمع میشه. پس شما باید حداقل 90,000 تا رو براش در نظر داشته باشین. خب علت های بعدی که میتونه باعث بازگشت بشه وجود این واگرایی هستش که اینجا ما داریم میبینیم، یعنی که قیمت همینجوری داره به سمت پایین حرکت میکنه اما سقف ها آنچنان تایید نمیکنن حرکات سودی ما رو و اینجا رو اگر نگاه بکنی به راحتی این واگرایی رو میبینیم. خب این تا اینجا. و اما اگر بخوایم توی ترند نزولیش باشیم، یعنی بیایم کف رو از دست بدیم، برای اون قاعدتا همونجوری که گفتم باید بیاد روی پول بکش ورود بکنیم. اما عددی که میتونه مناسب باشه براش، جایگاهی که ما بخوایم ازش استفاده کنیم، قطعا میشه توی
این ناحیه، یعنی زونی که اینجا براش رسم کردیم، شما میتونی از این گزینه استفاده بکنی و از این حالت با ریسیوری وارد 2.69 استفاده بکنید. حالا اعدادش رو من بخوام براتون مشخص بکنم بچه‌ها، توی این یکی پوزیشن 98729 هستش با تارگت 101809 و تارگت این ناحیه 90199. خب تارگت این پوزیشن که قطعا همینجا هستش، اما میخوام بریم سراغ استاپ و نقطه ورودش. نقطه ورودش میشه معدل 103 689 و استاپ 106 تقریبا 500 هستش، جایی که میتونی ازش استفاده بکنیم و احتمال این رو بدیم که میتونه بازارون بیش از این حتی اصلاح هم داشته باشه، حتی بیاد به سمت اعداد پایین‌تر. چه بسا که اگر من بیام اینجا و گپ این ناحیه رو نگاه بکنم، میرم تا 81 الی 77 ما یک گپی داریم که احتمالش میدیم قیمت بیاد اون گپ رو پر بکنه. پس این ناحیه هم باید در نظر داشته باشه که یه گزینه بسیار مهم هستش و احتمال میره که اینجا رو هم ببینید در بلند مدت. نکته بعدی که وجود داره و باید بهش دقت بکنیم بحث دامیننس بچه‌ها تتر. خب همینجوری که بیت کوین داره به سمت پایین به سمت بالا حرکت میکنه و اون ضعف رو داریم ازش میبینیم، دامیننس تتر رسیده به 3.91% و اینجا ما اون والگرایی رو هم داریم میبینیم و میبینید خیلی قشنگ این والگرایی وجود داره و میتونه باعث برگشت قیمت به سمت عدد بالاتر بشه. حالا این برگشت به سمت عدد بالاتر میتونه با ریزش بیشتر آلت کوین ها همراه باشه، یعنی احتمال بدیم که آلت کوین ها ریزش خیلی بیشتری رو به نسبت بیت کوین داشته باشن و ما ببینیم که دامیننس بیت کوین حتی در این بازه صعودی بشه، یعنی بیت کوین ریزش خیلی کمتری به نسبت آلت کوین ها داشته باشه و ما این برگشت رو احتمالاً به سمت عدد بالاتر داشته باشیم و بعد از اون حالا باید ببینیم که میتونیم آیا از این محدوده های $4.70 تا الی $4.80 برگشت رو به سمت پایین داشته باشیم یا نه. اما سناریو فعلا داره میگه که حرکت صعودی به سمت عدد بالاتر بسیار زیاده، تقریبا توی این محدوده میتونیم احتمال برگشت قیمت رو داشته باشیم. خب بریم سراغ گزینه بعدی، اتریومی که خیلی قشنگ و پرقدرت حرکت به سمت بالا داشته. تقریبا دوستانی که توی چنل قبلی بیت کوین کلاس ما همراه بودن در جریان هستن که روی این کف ما گفتیم که آقا پوزیشن های لانگ رو بگیرید و اگر هم میخواید برای هولد نگه دارید الان بهترین نقطه هستش و تقریبا میشه که آخرین نقاطش این محدوده ها بوده $2300 تا الانی که 3900 تا رشد بسیار عالی داشته. اما در نهایت داره میبینی که رسیده به یک سقف بسیار مهمی که باید حواسمون به این موضوع باشه و ما فعلا زیر این سقف قرار داریم. قیمت اگر بخواد این سقف رو بشکنه و به سمت بالا بره، به نظر من تا عدد 7000 تا ها میتونه خیلی راحت ببینیم. این عددی نیستش که بخواد براش آنچنان سخت هم باشه و به نظر من اگر به دنبال گرفتن پوزیشن لانگ هستید، در صورتی که اتریوم بخواد حالا بیاد این محدوده ها رد کنه به سمت بالا میتونید بگیرید، واقعا گزینه خیلی خوبیه. اما در حال حاضر ما به دنبال گرفتن پوزیشن سلیم، اوکیه. اما پوزیشن سل ما با چند تا سناریو میشه رقم بخوره. یکی این که با در نظر داشته باشیم که اون سناریویی که برای بیت کوین در نظر داریم اتفاق بیفته. همینجوری که میگیم بیت کوین شاید یه بار دیگه بالا بزنه و صف خودش رو ببینه و بعد از اون اصلاح بکنه، میتونیم این انتظار رو از اتریوم هم داشته باشیم، یعنی که بیاد و یک بار دیگه حالا فرضاً شاید این ناحیه تاچ بکنه بیاد بالا و یعنی سناریو فوق العاده جذاب میشه برای من که بیاد بالای 4200 کلوز خودشو بده و حالت شادن بده زیاد مشکلی نداره، اما باید بالای 4200 رو ببینه و بعد از اون کلوز کندل رو که زیر این محدوده که اعدادش رو براتون مشخص بکنم میشه 3978 تا 4091 زیر این محدوده کلوز بکنه، یک گزینه بسیار جذابی هستش و ما میتونیم از اینجا به بعد انتظار این رو داشته باشیم که یه ریزش خیلی قوی رو از اتریوم داشته باشیم
البته بازم میگم فعلا تو بوران واقعا احتمال اصلاح چنین قوی رو نمیشه زیاد داشت، اما از نظر تکنیکالی جای بسیار عالیه که بخواد ریزش خوبی رو داشته باشه. برای گرفتن پوزیشن همین 3978 تا 3926 میتونه جذاب باشه. بچه دقت بکنید، گفتم اول اصلا باید بیاد بالا 4200 به گزینه اول، بعد از اون که اصلاح داشته باشیم بیایم تو این ناحیه بگیریم، نه اینکه همین الان بخواید ورود بکنید. خب قاعدتا بعد از گرفتن این پوزیشن حساب میره بالا 4200 تا، نزدیک حالا 4310 تا گذاشتیم اینجا و تارگتی که میتونیم براش حداقلی انتظار داشته باشیم این که بیاد توی این باکس این محدوده قرار بگیره و یک اصلاحی بین 50 الی 38% حداقل داشته باشه از این موج آخرش، که اگر بخوایم فیبوناچی رو روش قرار بدیم، ترازهای نیم و 382 رو اضافه میکنم، این اصلاح حداقلی هستش که ما میتونیم ازش داشته باشیم که بیاد این گزینه رو ببینه و خب این پوزیشنی که حالا ما ازش انتظار داریم. اگر اتفاق بیفته این پوزیشن رو قطعا ما میگیریم. خب بریم سراغ ارز سولانا. بچه سولانا یه گزینه بسیار جذابی رو داره. یکی که ما داریم میبینیم در شرایطی که فعلا اتریوم و بیت کوین هر چند که به سختی دارن حرکت میکنن، اما کماکان حرکات سودی رو دارن از خودشون نشون میدن، آنچنان سقف‌های پایین‌تر نزدن، بیشتر دارن رنج عمل میکنن، اما به نسبتش ما این و سولانا رو داریم که فعلا داریم میبینیم ازش ضعف و نشون داده، داره حالا کف‌های پایین‌تر رو به راحتی ازش میبینیم، سقف‌ها داره پایین‌تر میاد و خب این خودش نشون میده که آمادگی اصلاحی قوی هستش. و چیزی که باید بهش دقت بکنیم دوستان، یه محدوده حمایتی توی این ناحیه شکل گرفته که ما یه کف خوبی رو میتونیم ازش داشته باشیم توی این ناحیه 223 دلار عددی هستش که خب برای ما قاعدتا میتونه جذاب باشه، در صورتی که سولانا بیاد این کف رو از دست بده و خودش رو برسونه به محدوده اولوشه میشه 215. بعد از اون برگشت به محدوده 2 دلار، میگم 2 دلار، 223 دلار میتونیم ازش پوزیشن سل خوبی رو بگیریم توی این ناحیه و این پوزیشن میتونه یک پوزیشن جذابی برای ما باشه. میایم و توی این ناحیه با چنین پوزیشنی میتونیم همراه باشیم. نقاطش رو بخوام مشخص کنم براتون، تارگتش بعد تا 196 دلار هستش و استاپش هم 232 دلار. نقطه ورودش هم گفتم محدوده 223 دلار هستش که احتمال خیلی زیاد ما از این محدوده، حالا که سقف کانال قبلیش هم هست که کانال نزولی بوده، ما یه پوزیشن لانگی رو خواهیم داشت، اما باید اول از همه ببینیم که دقیقاً توی چه محدوده و به چه شکل قرار میگیره. آیا قیمت سریعا همینجا رو میبینه یا قرار با اصلاح زمانی بیشتری روبرو باشیم که حالا باید بعد از اون ببینیم و تصمیم بگیریم. خب دوستان اگر تا اینجا ویدیو با من همراه بودید، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، یه قلب قرمز تو کامنت ها بذارید.